جز این نداشتیم. با یه تهدید خیلی نزدیک و حیاتی روبرو بودیم. نمیتونیم اجازه بدیم حکومت ایران به سلاح هسته‌ای برسه، چون این فقط برای اسرائیل خطرناک نیست، برای کل دنیاست. این عملیات برای حفظ حق زندگیمونه، برای آینده خودمون و بچه‌هامون. اسرائیل هم حق داره و هم وظیفه که از مردمش محافظت کنه و این کار رو ادامه میده. ارتش هم برای این عملیات حسابی آماده شده بود. هم توی حمله و هم توی دفاع آمادگی کامل داریم. ارتش اسرائیل همچنان از کشور دفاع خواهد کرد. سلام، وقت بخیر. خدمت خبرگزاری ایران اینترنشنال. ساعت 3:30 بامداد هستش. تقریبا از یه رو پیش که من خواب بودم صدای انفجار به شدت مهیبی شنیده میشد. همین بازم این انفجار رو ادامه داره. متاسفانه همینجا که دارم نشون میدم اینجا هم دود غلیظی بود که یک مقدار الان کم شد. یعنی موقع دیگه ما وقتی میشنویم صدا دیگه نمیدونه آدم چیکار کنه. همین الانم به ذهنم رسید که این تصویر رو برای ایران اینترنشنال اختصاصی بفرستم. همین الان صدای داد و لرزی اصلا اینجا پرپاشون رفته تو اونجا. من منتظر بودم که همین نجم چیکار داره. شب زدن اینجا رو 4 صبح تمام برای اطرافشون رفته. اونجا زد لویزان و مویزان همه میزنن. بخورش اینجا تبریز، صدای چندین انفجار و دود شدید. سلام، خسته نباشید. یکی از پایگاه موشک در استان کرمانشاه زدن، مثل اینکه کرمانشاه بسیار برقی